ассалому алайкум тамошобинони азиз, ток-шоуи печтоби замонро оғоз менамоям. Меҳмонони азиз ҳамаи шуморо ба студии телевизиони Симои Мустақили Якум хуш омадед мегӯям. роҳи расидан ба мақсуд дар азму талош аст. Чунин аст мавзӯи имрӯзаи печтоби замон. барномаи имрӯзаи мо дар ҳамкорӣ бо ташкилоти ҷамъиятии Шамс ҷараён гирифта дар доираи маъракаи иттилоотӣ бахшида ба рӯзи байналмилалии занон ва духтарон дар илм ки 11 феврал аст таҳия мешавад. ҳамчунин хотиррасон менамоям ки сарпарасти барномаи имрӯзаи мо бонки Эсхата мебошад. инак қаҳрамонони барномаи имрӯзаи мо духтарону бонувоне ки дар роҳи расидан ба мақсади худ пайроҳаи пурпечутобро гузаштаанд. таваҷҷӯҳи худро ба экран равона кунед. аввалин наворро ҳамроҳ тамошо мекунем, сипас суҳбат менамоем. марҳамат. من پولاتو مفتونخان هنرمند و استادی سوزنیدوزی می باشم. فاکولته زبان و ادبیات روس را با موفقیت ختم نموده در برابر فعالیت ایجادی و آموزش و رشد هنرهای ملی توجه جدی دارم. فعالیت من اساساً به احیای آموزش و تطبیق صنعت سوزنیدوزی تاجیک روانه گردیده کوشش می نمایم عنعنه‌های ملی و ارزش‌های فرهنگی را با زبان علم و هنر پیوند دهم. طول چند سال در چندین آزمون‌های جمهوریوی از جمله 100 رنگ چکن، تاجیکستان وطن عزیز من و دیگر چاره‌بینی‌های فرهنگی فعالانه اشتراک نموده صاحب تجربه‌های غنی گردیدم. عین زمان من همچون ماجسترانت کورس دوم فاکولته صنعت تصویری و دیزاین تحصیل نموده دانش و مهارت کسبی خود را در سمت صنعت و هنر تکمیل می‌دهم. در جاده هنرمندی برای مکمل شدن ایجادیاتتان چگونه جستجوهای علمی را به سامان می‌رسانید شما؟ طولی سر و کار با هنر و هنرمندی من بسیار جستجوهای بسیار میکنم درباره تاریخ نقش‌ها، تاریخ و نقش و نگارهای سوزنی‌های دستیدوز ملی نگاه کرده نقش و نگارهای نو احیا میکنم. کوشش به خرج مینمایم تا اینکه نقش و نگارهایی که از قدیم الایام معنای خود را داشتند گم نشوند و هنر را به اینچنین هنری نازکی هنری سوزنیدوزی را به دختران آموزانم. البته برای آموزاندن یک تجربه کم است. برای شاگردان آماده نمودن برای هنر آموزاندن البته ما دستورالعمل‌ها آماده میکنیم. برای تیار نمودن دستورالعمل‌های گوناگون ما حتما جستجو میکنیم، معلومات ها را جمع میسازیم تا اینکه شاگرد به طور پره این یا آن هنر را آموزد و درباره این یا آن هنر پره داند. در همین جستجوها مثلا کی به شما بیشتر کمک میکند؟ در این جستجوها بسیارتر به من استادان کمک میرساندند. حاضر باشد راهبری علمیم معلمه ددابای محرم خان خیلی کمک یاری رسانیده ایستادند، زیرا برای نوشتن رساله ختم ماجستری من آماده رساله کردم. امروزها بسیارتر با معلمه عزیزم کار کرده ایستادم. استاد اولین من البته من از یک چند استادان سبق گرفتم. یکمین استادم معلمه حرمتای محمد جان هستند که از این کس تمام نازگاه‌های هنری سوزنیدوزی را از خود کردم. برای چی به حیث استاد همین ماس معلمه پولاتو را انتخاب کردید شما؟ به مرکزی تحصیلات الهی ولایت آمدم. در آنجا معلم پولاتو را با هم صحبت شدیم و من در آن سینفخانه دیدم که هنری سوزنیدوزی به من پسند آمد. روز دیگر در آنجا آمده با معلمه هم صحبت شده هنرهای نازکی هنرهای سوزنیدوزی و ارمغانسازی لاله را از خود خرده ایستادم. طولی 2 سال می شود که در
سوزندوزی و ارمغانسازی لاله آمده تا حال از معلم پولاد و علم گرفته ایستادم. تشکر، سلامت باشید معلم. بیاید با شما صحبت کنیم. همه این قهرمانان برنامه امروزه البته خوب در دایره یک لایحه سرجم شدند و همچون راهبری لایحه میگفتید که پیش از همه مقصد از سرجم نمودن این دخترکان با عنوان خوب با لیاقت از چه عبارت است؟ مقصد چیست؟ من همه ساله بخشیده به همین 11 فوریه روز بین المللی زنان و دختران در علم بود. از این پیش هم یک چند چاره‌بینی ها گذرانده بودیم و چند قهرمانی ما از ناحیه اشت بودن و من خودی ایده به من آمد که باید همین اقدام رو من دوام دهم و هنگامی همین لایحه رو نوشتن الکی من فکر کردم که بیگذار نه تنها از شهر خوجند باشد، بیگذار از تمام ولایت سوخت باشد و بیگذار نه تنها همچون در یک سمت باشد، سمت ها گوناگون باشند و همین ایده رو نوشتم و برای عملی شدن آن خودم حرکت کردم و وقتی که حرکت کردم من شناسای خیلی زیاد دارم و از هر یک شناسم دایر به این یا آن موفقیت زنان و دختران پرسجو کردم چون که تا آن دمی که تو نمیدونی که در کدام ناحیه کدام قهرمان در کدام جاده موفق است و من به نهایت شدم از آن که آن نفرانی که با من همکاری دارند هر یک نفری آنها یکی رو توصیه دادن. وقتی که آنها به من توصیه دادن من همه رو روی خط کردم، تلفن های موبیلیشان رو گرفتم، به آنها زنگ زدم، در تماس شدم و دایر به ایده خود غایه که من عملی کردنی خواستم با آنها یعنی که شناس نمودم آنها رو و هنگامی شناس نمودن آنها این یعنی که لایحه ما رو قبول کردن و برای به نوار گرفتن رازیگی خود را دادن و با هر شهر و ناحیه‌ای که ما سفر میکردیم پیش از آنی که ما سفر میکردیم دایره همون قهرمان معلومات داشته بودیم لیکن هنگامی محیط کار رفتن الکی باز ما ایده ما تغییر میافت. ما هنگامی کار رو دیدن الکی چه خیلی همین قهرمان رو نشان دیم که از دیگرش فرق کنند و همین خیل کرده ما همراه اپراتور رفتیم هر یک قهرمان رو دریافت کرده یعنی که اون مقصدی که من داشتم همش خدا عملی شد و این قهرمان ها خورسندی من در آن است که سین و سال گوناگون دارند، کسب و کاری گوناگون دارند و هر یکی در هر جاده موفق شدند لیکن هنگامی صحبت معلوم گشت که آنها تا این به مقصد رسیدن چقدر مشکل ها را پس سر کردن. هنگامی نوار گرفتن من در علاهیدگی با صحبت میکردم با آنها و هر یک نفر قصه خود را داشت که این به من یک الهام بخشید که چقدر زن اقتداری پرقوت است یعنی که چقدر او میتواند اگر مقصد و مرامش باشد میتواند به مقصدش برسد. تنها به غلطیدن و خیستن ها او توانست موفق گردید و محض همین با ما یک باید درسی باشد، درس عبرتی باشد که هر یک نفر کمبودی دارد، مشکلی دارد لیکن به این نگاه نکرده باز به پیش می رود، باز راه خود انتخاب کرده خود را طی می کند و بعضی حالت ها من خسته هم می شدم راستی گپ بعضی حالت ها وضعیت ها امکانیت ها هر گونه می شدن لیکن من گفتم من کار رو سر کردم باید تا آخر به اتمام رسونم و در این جاده من میخواستم که دیگر زنان دیگر دخترانی که وقتی که ویدیوهای ما رو رولیک های ما رو تماشا میکنن از هر گونه جهت آنها به خود قبول میکنند لیکن آنها به خود شاید بعد از تماشای همین رولیک یک به خود مقصد گذارند شاید به آنها یک موتیواسیون بوده که آنها نیز میتوانند وقتی که آنها کوشش کنند مقصد ما حرکت کنند و در نیمه راه نگردند از راه خود و به دیگر دختران نیز نشان داده توانند که میتوانند هر یک نفر میتواند به مقصد خود رسد وقتی که او آهسته آهسته قدم میماند و قدمی استوار میماند و من شدم که امروز همین نفران رو جمع کردم و توانستم با این نفران دوستی پیدا کنم همکاری ما آینده زیج می شود و هر نفر یک موفقیت خود رو به من در علاهیدگی با نقل کرد که خیلی آن را پس سر کرد.
البته پسی هر یک موفقیت مشکلی های سنگین هم می ایستد و فکر میکنم که استاد بیاید با شما صحبت را ادامه دهیم. در همین دایره فعالیت خود شما نیز در یک لایحه بزرگ شرکت داشتید در تهیه سلسله فیلم ها از حیات، از فعالیت زنهای موفق تاجیکستان خوب گزارش ها آماده کردید، فیلم نامه ها برداشتید و با تقدیر و با تاریخ پیشرفت هر یک زن بانوی تاجیک از نزدیک آشنا گردیدید و از اون لایحه برای خود چی گرفتید؟ اینجا معلم خیلی با یک احساس بلند نقل کردن فکر میکنم که در دریافت همین استعدادها هم یک مشکلی های خاصه جای داشت البته. و استاد من بسیار میخواستم که در همین سمت مثلا تجربه شما رو هم شنیده باشم. خب مرحبا. من راستی در آغاز واقعا اون زحمتی که معلم همی جانو کشیدن در تطبیق این لایحه این شایسته است، به خاطر آنه که در محل ها پیدا کردن چنین نفرانی که استعداد دارند و آنها رو گویم استعدادشون رو شناخته معرفی کردن بسیار دشوار است، چون عامل های تاثیرگذار، عامل های مانع ساز بسیار هستند. در دایره فعالیت کاری سالهای 2012 14 16 18 در 2 سال یک مرتبه از جانب اساسیاسیون ملی زنان صاحبکاری تاجیکستان یک آزمون عمومی جمهوریوی ای بانوی صاحبکاری سال آزمون فرح، جایزه فرح تشکیل شد که اون با اقدام حکومت جمهوری تاجیکستان و همچنین در جایزه اون مبلغ شاه جایزه 100,000 سومانی برای بانوی غالب و در دایره همین 4 سالی که من نوارگیری کردم دیروز در یک مجلس جنبستی هم رئیس این تشکیلات گلبهار محکم به افتخار گفتن که الهام جان 400 گزارش تحلیلی از روزگار آنها، این چیزی واقعا عددی شوخی نیست، به خاطر اون که همین نواربرداری که این لازم ما میبینیم نعیم جان ایوب شاهدی انا همه قصه قهرمان ها است برابری ما. یعنی در محل ها تمام منطقه تاجیکستان از ولایت سوخت سرکردخ، ولایت ختلان، ناحیه تابع مرکز، ولایت بدخشان، ولایت مختار کوهستانی بدخشان و گویم شهر دوشنبه و همه این قصه ها علاقه اون زن هایی که سن سالشون از 25 30 اون طرف تا 60 ساله و دیدیم که در سالهای من بعد جوان دختران نیز پیوستند و برای آنها یک آزمون دیگر نام استارتاپ گرفتند، یعنی آنهایی که نو آغاز کننده و رفتم در جایش آنها رو آموختم، دیدم که در همه حالت ها برای آنها یک نفر بودن که تکان دادن آنها رو برای جامعه معرفی شدن. گوییم در محیط اویله های بودن که مثلا پدر آنجا مثلا گفت که این دخترم استعداد بسیار خوب دارد، من باید او رو از دستش گیرم و به جای برم که او خودش را شناخته تواند تو استعدادش را برای دیگران نشان دهد. در جایی بود که مثلا شوهر که مثلا میخواست که از گوییم بسیار نظارت های مقامات های انداز و دیگر در کنار باشد، زنش را راهبری هم تشکیلات گوییم گذاشت. بعد دید که این زن اینقدر هنر داشته است که کاری تشکیلات اینقدر پیش بود. بعد همون شوهرم گفت که براستی من قائل میشدم که نه تنها با گوییم پسندی خوبی نزد آتشدان است، او بسیار بانی هنرمند هم هست. یعنی در گزارش ها همه قهرمان هایی که من گرفتم بجز اون که مثلا در محور فعالیتشون اون زن ها بود، اهل پیوندانشون هم دوگانه هایشون هم. من اینجا نام یک نفر رو نوشتم، من میخواستم که تا یک تقدیر رشد همون نفر رو بگم که اگر این لحظه ما رو ببینن خدا شما میشناسن شاید خنده کنن. این سال 2012 نوار گرفتم، اما مصاحبه جزئیاتش در خاطرم هست. حافظ خان نعمت اللهی و رهبری تشکیلاتی کارگاه استحصالی ریال پلاست، اونی که تروبه های خبرهای پلی اتیلینی تروبه های پلاستیکی استحصال میکنن در منطقه آزاد اقتصادی. من گفتم چگونه زن از دیه برآمد و کارگاه کشید که مثلا همین قدر اونجا یک خودشان زن، یک مصاحبهشان زن، دیگه همه کارگرها مرد، تا یک 60 نفر به راهبری میکنن، همه احترام میکنن، کار میدونن. گفتن که من بازار آموختم. چگونه آموخته؟ گفتن یک ماشین 07 داشتم، دوگانم که بسیار خوش صحبت بود، رفته 1-2 کیلو سیمسکه میخریدم، دانه آفتاب پرستو میموندیم همین روی بروی برآمدگاه بازار برکتی ماهی بابا جان غفورов می ایستادیم. از پگاهی روزی تا بیگاهی من نگاه میکردم که از همون بازار در یک روز چقدر تروبی پلاستیکی میبراید و چقدر تروبی آهنی میخرد، قبرهای آهنی. من همون یک حدود یک ماه دیدم آموختم. بعد گفتم بازار امروزی این چیز در کار. گویم محصولات خام از ایران از دیگر کشورهای و گویم از روسیه آورد،
در این قصه ای که حاضر شنیدنش برای امو وای جفاهایی که پس اون قصه هست واقعا هم وای زن رو مرد خصلت تربیه کرد و مثلا مهنت و زحمت وای زنه همون کارگر رو دیده احترام میکنن که نگاه کنید که مرد ها در دست اون زن کار کرده اما قناعتمند است که گوییم ان همین زن 60 نفر مردی که مثلا صاحب اول است و فرزند دارد تامین از زندگیشه و همین گونه قصه ها خیلی زیاد هستند. تشکر، سلامت باشید. و شاید همین مشکلات سنگین هم در عائله زن را برای پیش رفتن تکان میدهد. هنر آموز که از هنرمندی در کشایی کنی نه در بندی. در زیر انا همین شعری شاعر خیلی که پولات و مفتون خان حاضر برآمد کردند و یکی از همسبقان ما محمد جان و حرمتای را نام گرفتن. محمد جان و حرمتای شاگردی خدا رحمتی زلفی بحردین و سوزنی دوست بودن. خودی من وقتی که 12-13 ساله بودم در پنجشنبه حاضر مسجد قفاشنده خانه پیانیرو میگفتن، دوم پیانیرو میگفتن. انا همون جانده وای بود. مرکزی تحصیلات علاوگی دوم پیانیرو میگفتیم با همونجا. همونجا رفته ماها هر هفته 3 روز همونجا رفته یاد میگرفتیم. توپی ایراقی دوختن، جیهک دوختن، کرته دوختن، لباس دوختن. ما امروز نهایت شاد هستم همچون معارفچی سابقه داری 50-60 ساله سابقه کاری داشته که امروز انا همین محفل ها عملی شده، اما گشته ایستاده است. البته این مقصد به رسیدن مشکل است. ما وقتی دانشجو بودیم که مونده همین کوشش میکردیم که هم هنر آموزیم هم خونیم. در وقتی که در مکتب عالی رو تمام کردم الکی 3 نفر فرزند داشتم. من در سنی 50 سالگی حمایه کردم تا همون مهنت کار آموختن و دیرش نمیشه. تشکر. توجه کنید با نوار دیگری برنامه ما از قصه یک نفر باز بانوی هنر. مرحمت. من بابای و زیبا هنرمند هستم. از صنف 8 سر کرده با هنر مشغول می شدم. هر نمود هنرهای مردمی را از خود می کردم. حد نیمخوان هنرمندان را یافته می آموختم و در نتیجه به فیلیال خوجندی دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان داخل شده با اختصاص مهندس طراح دانشگاه را با موفقیت ختم کردم و دوام در دانشگاه عالی برای تعلیم دادن نسل نورس کار و فعالیت خود را ادامه دادم. زیاده از 10 سال فعالیت کاری همچون آموزگار دارم. سال 2025 سال پرقرار گشت. من 2 گرانت برد کردم. یکی گرانت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از وزیر مهنت و مهاجرت جمهوری تاجیکستان و دومین گرانت بین المللی از جام بیزنس اینکوباتور بود که محض همین 2 برد سبب شد که من مرکز هنرهای مردمی بودل را تأسیس کردم و فعالیت خود را از خانه بیرون برارم و با تربیت نسل نورس در جاده هنر و هنرآموزی مشغول شوم. اینه از ترشکتی برده این روبروی ماندگی اما اینجا سرکر می دوزی دخته می بیایی زیبا جان با هنر شما شنا شدیم، لیکن تا اونجایی که من شما رو میشناسم شما هم در نوار گفتید که شما استاد دانشگاه بودید، آموزگار بودید البته. و چرا به هنر روی آوردید؟ مگر با معاش آموزگاری پیش بردن زندگی مشکل است؟ سال 2022 همین خیلی یک مدتی شد که زندگی وادار کرد که من نسبت به آینده فرزندام جدی‌تر فکر کنم و راه‌های امکانیت نو یافتن برای در آینده با علم تامین کرده توانستن، خصوصا در خارج خواننده توانستن متخصصان در
фарзандони худ ман иқдом гирифтам ки аз кори донишгоҳ ба кори ҳунармандӣ рӯй оварам. Дар байн 3 моҳ ман дар муҳоҷирати меҳнатӣ ҳам будам. дар он ҷо дар цехи дӯзандагӣ ҳамчун шахси масъул ҳам кор мекардам ва барои худ хулоса гирифтам ки агар ман дар давлати бегона ин хел корҳоро ташкилӣ карда тавонам, дар давлати худ низ ман бо дастгирии хешовандону наздикон ин корро ба роҳ монда метавонам. барои чӣ не? то ин дам аз ҳамин имкониятҳои худ дарак надоштанам, ин пурра ба ҷодаи омӯзгорӣ рӯй оварда, пурра чӣ хел ки мегӯянд теория без практики мертва. ман бисёртар дар ҷодаи теория будам ва ҳамин маҳз назария мегӯянд. маҳз ҳамин муҳоҷирати меҳнатӣ барои ман як талқони ҷиддӣ шуд ки ман баргашта ба давлати худ он чӣ ки аз кӯдакӣ дар даст ҳунар доштам, ҳамин чизро равнақ диҳам, ба роҳ монам ва ҳамчунин вобаста аз қиссаҳое ки аз зиндагии худам гузаштааст духтараконро дастгирӣ кунам, ҳунар омӯзонам ва роҳи бо ҳунар маблағ кор карда тавонистанро дар замони муосир омӯзонам. ҳозир бошад дар дастаи худи бодил, дар дастаи мо 15 нафар ҳунармандон бо ҳамдигар ҳамкорӣ мекунем ки 6 нафари онҳо духтаракони майбият дошта мебошанд. мо ба онҳо тамоми дизайн ҳама корҳоро сарҷамъ мекунем, мефиристем ва иҷро мекунанд, бар ивази меҳнати худ маблағ мегиранд. ҳамин иқдомҳо ба мо илҳом мебахшад ки мо бисёртар кори худро пеш барем, равнақ диҳем, бисёртар духтараконро дастгирӣ карда тавонем ва ҳамчунин маркази мо барои духтараконе ки ятим ҳастанд, ним ятим ҳастанд, аз оилаҳои камбизоат ҳастанд, омӯзондани ҳунар бемузд аст, ройгон аст ва аз ҳамин ҷиҳат ба назди мо духтараконе ки ниёз доранд барои ором кардани асаби худ, баромадан аз як мушкилоти зиндагӣ, аз як мушкилоти рӯҳӣ ба мо муроҷиат мекунанд. мо ки ҳамомон дар як даста ҳамин хел духтаракон ҳастем, ҳамдигарро дастгирӣ карда дар як муҳити озоду осоишта бо ҳамдигар сарукор мекунем ва ҳунар меомӯзем. аз ин гардиш дар фаъолият шумо пушаймон нестед? Масалан давоми 4 сол аллакай шумо ба ҳунар рӯй овардед ва ҳунари худро сайқал дода истодаед. Пушаймон нестед? Не, ягон лаҳзае набуд ки ман шинам, як фикр кунаму ягон қатра пушаймонӣ дошта бошам. ин хел ҳолат набуд. ва ҳамин гарданбандҳои зебо ҳам ба фикрам маҳсули дастранҷи шумоён ҳастанд? мо биям мана бо навиштаҷоти номи ташкилот шамс фармоиш доданд. мо омода кардем ки дар ҳамин навор муаррифӣ карда бошем ки мо як дастаи шамс шуда инҷа ба омадем. бисёр хуб, ташаккур, саломат бошед. шогирди шумо ба фикрам ҳаминҷо нишастаанда. марҳамат. аз устодатон чиҳоро омӯхта истодаед? аз устодам бисёр чизҳо, масалан гулдӯзиҳо. гулдӯзи дастӣ албатта гулдӯзиҳои дастӣ, тарроҳии либосҳо, ҳама намудҳое ки дар маркази ҳунарҳои мардумӣ ҳаст, ҳама ҳунарҳои мардумӣ ва албатта либосҳоро низ аз устодам омӯхта истодаам. кадом хислати устодатон бештар ба шумо писанд аст? бисёртар ин дастгиркунии ҳамин одам. дастгирӣ мекунанд шуморо? бисёр дастгирӣ беҳад зиёд мекунанд. дастгирӣ ба намуди масалан суҳбат кардан, албатта аз ҳолатҳои масалан шояд беҳрони баровард, албатта аз ҳама дили кушод доранд. албатта ин нафар бисёр дастгирӣ мекунанд. албатта ташаккур, саломат бошед. нигоҳ кунед ки ин қадар духтаракон, бонувон воқеан ҳам кӯшиш мекунанд ки пеш раванд, муваффақ бошанд. барои он ки зан ба мақсадҳои худ ноил гардад, ба андешаи шумо пеш аз ҳама барои вай чӣ лозим аст? маслан дастгирӣ аз ҷониби оила, маблағ ё ин ки масалан хишу ақрабо, шинос, намедонам чӣ лозим аст барои он ки зан ба мақсадҳояш ноил гардад? ташаккури зиёд. як чиз хотирам омад ки охири солҳои 60 ва аввали солҳои 70 модари ман ҳам ҳамин корҳои мекардам ва аз ҷумла то як андоза мо ба ҳамун чиз бачи майда будем маҷбур мекардан ки ҳамун рангкунӣ риштаҳо ба
رنگ کنی بعدن برداشته دیگ با مامده و تاب داده رنگ خیلی زحمت زیاد بود. یعنی این موضوع هنرمندی برای شما بیگانه نه. من بسیار تشکر میگویم که واقعا همین چیز رو زنده کرده ایستادن هنرهای مردمی. من قانون جمهوری تاجیکستان هم در بابت هنرهای مردمی به تصویب رسیده است که همین هنرهای مردمی دستگیری کرده شود. گرانت های حکومتی است. در سال 2025 از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان گرانت های پرزیدنتی زیاده از 200 گرانت های پرزیدنتی جدا شده است. همچنین در سال 2025 از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان 15 میلیون سومانی برای دستگیری کردن هنرهای مردمی جدا شده است که این البته به خاطر دستگیری همین هنرهای مردمی است. یک چیز دیگر من بسیار میخواستم بگم که همون جامعه پیش میرود که اونجا زنها هنرمند هستند، همون جامعه پیش میرود که زنها موفق هستند. برای همین بسیار کشورهای دنیایی که این روز موفق هستند محض با تشبث و دستگیری زنها میشود. البته بسیار وقت اون مشکلاتی که حاضر گفتیم اطراف آن و همچنین اون مشکلاتی که ما نگفتیم و اینجا قهرمانهای ما آنها رو نه همش رو گفتم. پیش از همه اویله، دستگیری اویلوی مهم است. باید که مثلا البته این خیلی کارها بی مبلغ نمی شود، چون که موفقیت زنها تا یک اندازه بی دستگیری مردها هم نمی شود و امروز بسیار مهم است که دستگیری مالیوی نیز خیلی مهم است که از جانب حکومت ما طرزی که گفتیم دستگیری می شود. من از صنف پنجم صنفی سر کرده در چنین آزمون‌های سطح جمهوری، ناحیوی، ولایتی اشتراک ورزیدم. بیشترش به من پسندیده تر این اکادمی خرد علم ها و این آزمون علم فروغ معرفت می باشد. در اکادمی خرد علم ها از فن اکولوژی اشتراک ورزیدم. هنگام مشاهده اول من پرابلم یعنی معمای در گرد و اطراف بوده را به نوبت گرفتم و مرا وادار ساخت که به اکادمی خرد علم ها از فن اکولوژی اشتراک ورزم و با کار علمی خود تحقیقات گذرانم. در دور جمهوری اکادمی خرد علم ها سزاوار عضو حقیقی اکادمی خرد علم ها گردیدم. من اول به ترینینگ پیش صف آمدم. در اینجا خوانندگان مشکلات یعنی پرابلم را میبینند و راه حل آن را جستجو میکنند. من نیز یک مشکلات را گرفتم با همراهی استادم. یعنی این مشکلات خیلی که میدانیم همه روزه در حیات بانوان و دختران رو به چین می باشد که آنها خیلی اذیت میکشند وقتی زیادشان را نیز طلب می نماید و برای حل این مشکلی من با همراهی استادم جاروب اینوواسیونی را اختراع نمودم. این اسباب نه تنها برای زنان بلکه برای مردان نیز ضروری می باشد. این اسباب جاروب اینوواسیونی به برق کار کننده می باشد. با این اسباب من در آزمون جمهوری علم فروغ معرفت از نمینات اختراعکاری و نوآوری سزاوار جای دوم گردیدم. با جز از همین جاروب اینوواسیونی باز چی اختراع کردید شما؟ باز یکم اختراع دیگر هم داره؟ نه حالا ندارم. در آینده میخوام باز اختراعات باز یگان چیز را اختراع نمایم. یعنی نقشه ها داره؟ بله نقشه ها دارم. میدونید که چی اختراع کردن شما؟ بله اسباب پخته چینی. همین اختراع کاری برای شما شغل است؟ یا این مقصد شما که آینده شاید یک اختراعکاری بزرگ نه این شغل است برای من. از همین اختراع فرهناز استفاده کرده استادید و تنها یک دانه است؟ یک دانه حوزه هم ساخته. فرمایش میدهد؟ فرمایش میدهد. بله فرمایش شد وقتی که دوره ولایتی آزمون در مکتب پرزیدنتی شهر بوستان برگزار گردیده ایستاده بود. به فکرم فراشان همون مؤسسه بودن که گفتن که اگر امکانیت باشه برای ما نیز همین را دسترس میکردید خیلی خوب میشد. فرمایش ها هست ولی مسئله مبلغ گذاری کمی که مشکلی داریم. در آینده خیلی مقصد داریم که
همین چیز را یعنی که شمارش را زیاد کرده به خلق یعنی که دسترس کرده باشه. تشکر، سلامت باشید. با قهرمان نوبتی برنامه آشنا می‌گردیم. کار علمی من اکولوژی و سلامتی انسان می باشد. من هنگام گذراندن تحقیقات با یاری معلم یوسپوف چگونه با استفاده بردن یعنی با کامرتون را آن کس به من فهمانیدند. مریم جان میگفتید که در همین اکادمی خرد علم ها وقتی که شما تیاری دیدید چگونه پیشروی چگونه یعنی مشکلات رو دیدید و آیا در دوره هم ولایتی هم جمهوری رقابت زیاد بودند؟ کمی در باره همین معلومات میدادید؟ در وقت ولایتی رقابت یک 62 نفر در آنجا بود که همین مشکلات در همینجا بود که همه رنگ من به مانند من یعنی رفرات یعنی همه چیز تیار بود. در آن وقت انسان یک فکر میکند که آیا برد کرده میتواند یا نه، ولی من باشم یک حرکت کرده یعنی تا تونستم یک غالب را به دست آورد. مریم جان، اکنون با فن‌های دقیق شوقتان خیلی کلان بوده است، توجهتان بسیار بوده است و آینده شما دیزاینر تکنولوژ شدنی. چرا؟ طراح تکنولوژ شدنی چرا؟ دیزاینر من به اون شوق دارم. باز من به دیزاینرگی یعنی خوندم، یعنی از شهر بستان یعنی شکلوسکو معارفش رو من تمام کردم، یعنی صاحب سرتیفیکات میشم. در خانه بسیارتر دو زندگی می نمایم. باز در وقتهای خالی من باز به یارمدوزی هم یه شوق بسیار دارم. در خانه من بسیارتر به گلدوزی و دو زندگی یعنی مشغول میشم. آینده من پس از این یعنی من باز میخواهم که باز اکولوژی یعنی از پس همین اکولوژی چیزها شوم، باز برای خودم این دو زندگی هم این یکی چون این دیگر کسا گفتن خوبی یعنی برای من بسیارتر مقبول است. شاید پیش میگفتیم که برای یک یکی 40 هنر کم، امروز برای یک دختره کم 40 هنر در 40 سمت فعالیت کردن شاید کمی هم میکردگیست البته. و کدام خصلتش او رو به موفقیت رساندنش ممکن است؟ یکی از خصلت‌هایی که امروز من در مریم ها میبینم دختره که خیلی با ادب، دختره که چاقون هستند. در جوده علم اگر گوییم اگر که در صنف یکی از در خیلی که ما گفتیم 20 ساله آموزش فن‌های دقیق و مریم خان در همین جوده علمی گوییم اگر که فن‌های طبیعی خیلی جرأتی کلان دارند. اینچنین در برای پیش از همه در فن اکولوژی ولو ما در آموده باز یک آزمون جمهوری است که این فروغ معرفت است که دویم سال است که باز ما حرکت کرده ایستادیم که با مریم خان کوشش کنیم که در همین آزمون اشتراک کرده تا جمهوری برایم. کدام مشکلی ها شاید برای رسیدن به موفقیت مانعی شدنش ممکن برای اونها؟ میبینیم یکی از مشکلاتی که برای رشد زنها جای داشت این همین استریوتیپ ها، یک اندیشه های شخص مانده. امروز میبینیم که مثلا در مدت 35 سال دوره استقلال زنهای میبینیم که علاقه آنها مثلا سرنشینی کرانهای کلان باربردار در تاجیکستان نباشدن در خارجه یا اینکه رانندگان ماشینهای بارکشان بسیار حجمش کلان نه فوراهای اداره کرده ایستادند. تمام کارهایی که مثلا عقل انسان قبول نمیکرد که زنی تاجیک همین کار به یک روز میشود که دست زند. یعنی یک اندیشه این کاری زنانه این کاری مردانه علاقه گم شده است. این جهتی مثبت مسئله است. یعنی بهتریش در آن است که مثلا از یک چارچوبی فکری یا که از یک محدوده زنها برآمدن، از جمله من دخترک‌ها هم برآمده ایستادند. این یکی از نشانه‌های بهترین است. انا اکنون اینجا من فرهناز دیدم اختراع کاری کرده است یا که دختر مریم خان. یعنی اینها یک چیز هستند که علم را با تجربه با عمل تطبیق کرده ایستادند. خواهیم هم نخواهیم هم این آینده همین است. آینده مثلا پیشروی جمعیت از اختراع کاری وابسته است.
خب هر یک اختراعکاری که میشود مثلا خواهیم هم نخواهیم هم زمینی علمیه شدنش در کار. باید مثلا دانش‌های نظریوی یا اینکه مثلا دانش داشته باشند در ساحه مثلا همه ساحه‌های علم، مخصوصا در ساحه علم‌های دقیق. و میگم من هر ده همین دخترک‌ها مثالی مثلا برجسته، مثالی روپرو که هم کمتر دانش داشته است همین چیز ساخت، کمتر مکانیک و دانش داشت، کمتر فیزیک و دانش داشت که مثلا همین اختراع فرهنوس پیدا شد. یعنی همین چیزها باز یک بار دیگر هشدار میدهد که علم آموختن ضرورتر است. خب به سبب در گذشتگان نمیگویند که یا علمت باشد یا هنرت باشد، اگر هر دوش باشد بهتری است، یعنی بهبودی است، پیشرفت است. امروز علاقه یک کریتریاهای انتخاب همسر هم برای پسرها دیگر شده است. یعنی ببینید که وای هنرمند باشد، وای دانا باشد، کمتر بسواد باشد، علاقه پسرها این چیز به توجه کرده ایستادند. خب شاید چند پیش زیباییش نگاه میکردند، حاضر علاقه بهاگذاری به انتخاب همسر دیگر شده ایستاده است که اینم وادار میکند که زنها هنرمند باشند، دانشمند باشند. یا اینکه من همین عصر 21 همین عصر روزگاری ما شاید 10 سال پیش توجه زنها به زبان آموزی تماما دیگر بود. امروز بینید مثلا به شرافت صاحب استقلالی اعلان کردن سالهای رشد سیاحی و هنرمندی در برای هنر آموختن زنهای ما علاقه زبان آموخته ایستادند. عقل انسان نمیگیره که در یک دهه دوردست یک دخترک میباید به زبان انگلیسی گپ میزند، به زبان فرانسوی گپ میزند. هست امروز همین گونه دخترها یا اینکه زنهایی که زباندان پیدا شدن، این سببش است. سببش همین است که سیاحی باز شده است. خب یک دو سیاح به همان جا میرود، یعنی این همه با همدیگر پیچیده است. خب سال رشد هنرهای مردمی بسیار چیزهای ما خود مردها هم آموزند، زنها هم آموزند. مثلا همین عادی ترین چیز همینجا گفتند همون همیان هایی که برای گذاشتن تلفن است یا همین شرف 15 سال پیش همین چیز به توجه نبود. گرچنده که مثلا گرچنده که سازمان ها بودند، تشکیلات ها بودند که مثلا هم محصولات هنرمندی میگرفتند، خرید خارجی میفروختند. این چیزها بود. امروز از خودی ما آمده گرفته هستند. و از همه مهمش نه تنها خارجیان سیاحان آمده ایستاده، بلکه از خود داخل کشور، از خود مثلا مردم محلی هم علاقه به خرید داشتن. این چیزی زیبایی که کمتر به اون عقل صرف شده است، کمتر به اون زحمت حلال، مهنت حلال صرف شده است و خریدار میابد و خلاص. یعنی و یک صنعت نفیس است که این همین من گمان میکنم که زمینه هاش است، زمینه های تاریخیش است. همین زمینه مثلا تاریخی همین استقلالی دولتی ما. بعد از اون مثلا اقدام های پیشوای ملت که مثلا اعلان کردن سال رشد دهات، سال هنرمندی، خب امتیاز جدا کردن به هنرهای مردمی و دیگر کسب کار، اختراعکاری در خون مردم ما هست و همین اختراعکاری امروز زنده شده ایستاده است. یا اینکه مثلا هنرمندی زنده شده ایستاده است، همین شعله پیدا شده من گمان میکنم که من بعد همین گلخن میشود، گلخنی راهنمایی کننده ملت میشود و خلاص. یعنی همین شعله در دل پیدا شد که همش به شرافت استقلالی کشور است. تماشاچیان عزیز به دیگر شبکه پیوست نشوید، با سیمای مستقل یکم بمانید. بخش رکلام را همراه تماشا میکنید. роҳи расидан ба мақсад дар азму талош аст. чунин аст мавзӯи имрӯзаи печтоби замон ва инак мо барномаро идома медиҳем. ягон мушкиливу муаммо пеши роҳи ин лаёқати бонувонро гирифта наметавонад мушкилоти зиндагӣ, ё ин ки ҳаст масалан ҳамин як муаммоҳои муайяне ки дар идомаи ҳаёт дар зиндагӣ шояд ҳамин духтаракон бонувон худо накунаду лекин дучор шуданашон мумкин, рӯбарӯ шуданашон мумкин ва шояд он маҳорате ки дар айни кушодашавӣ аст бозам хомӯш мегардад ҳамон шӯъла. ҳамин гуна шуданашам мумкин аст. шумо рӯзноманигор ҳастед ва албатта мушоҳидакор ҳастед ва ба воқеияти зиндагӣ мӯҷаз воқеъбинона нигоҳ мекунед. بسیار نکته مهمی گفتید. اینجا اسلام جان عزیز بسیار نکته های جالب گفتن. من ادامه منطقه همین چیزی که شما گفتید. در محیط عائله باید کودکان به جنسش گوییم تفریقه نگذاریم. این اکوتا گپش گوش کن که این اکوت درست، این گپش درست است، این آینده سروری عائله دیگر گوییم افضلیت دادن گاه ما رو بسیار خواهش ها مایی برای گفتن مانع میشه. یک
گذشته از این دختر خونده چیکار میکند متاسفانه هنوز هم هست در جمعیت ما اندیشه ها. این خوب است که مثلا دوام 35 سال استقلالت گویا مکتب ها هم خیلی نو شد، کوتا هایی که از جانب پیشوای ملت این چیز از جانب پرزیدنت این چیزا پیشنهاد شد از دیه های دورده از دخترکوی لایقمند یافته آورده خواندند. نباشد در دیه ها هنوز هم دختران طبیب‌های زن نبود که مثلا معالجه شما من امروز شکرانه که رفته البته در محلیشون این چیز کرده شدن. گذشته از این همین موتیواسیون یعنی هوسمندگردانی در محیط اویلوی از جانب والدین برای فرزندانشون. من گویا یک پیجی دارم که برای خودم هم معقول این گپ که فرزند شما این نسخه شما اما شما نه ایندیوید الویده و علاقه شیخ که میگم ایدینو میره الویده و مثلا و نسخه شما اما و تقدیرش دیگر و امکانیت‌هاش دیگر و شناختن در کار و به امکانیت دادن در کار و در دیگر رقم پدر 95 ساله ما میگن که اینقدر کودکای امروزه چقون از پدر و مادرش هم 30 ساله اینقدر ابزارهای تکنولوژی رقمی تلفن اسمارت فون در آمده همه جوش میفهمد. برای چی پدر میگن که اگر این گونه هوشیار نشود آینده نانش یافت خورده نمیتواند. این یک جز. دیگر این چیزی که مثلا برای خودم قید کردم اینجا بسیار خوب است. مثلا ما برنامه بسیار عجیب داریم که دستگیری اختراعکارا. فرهناز گفت آفرینش بود. معلمش میگن که ما نیت داریم که این گونه مثلا چند کشک یا گویم چی با اختراع کنیم. تجهیزات پخت چی مشکلی داریم گفتن؟ مشکلی مولوی دسترسی برای سورس ها به ذخیره ها نداریم ما. ایده هست. دسترسی به ذخیره ها باید بنیاد شود. وقتی که ما مثلا یک چی گویم آشپزی خوب شدیم محصولات آش از کجا یابیم؟ کی باید اون محصولات آورده تیاد؟ این چیز بیان آینده در برنامه‌های دولتی حتما موارد دارم که این مسئله رو توجه میشه. چون که مثلا برای ایده مثلا استارتاپ گفتیم بانک ها در نزد خودشون در همین لایحه معلم حامی جان هم یافتن همین امکانات ها یک قدم معرفی این شکرانه هستم. خواننده صنف 11 مؤسسه تحصیلاتی رقم 14 شهر گلستان، سکرتر غالب المپیاد فنی مکتب بچگان از فنی بیولوژی در دوره جمهوری، اشتراکچی فعال آزمون‌های جمهوری علم فروغ معرفت و فروغ سوپر دانایی کتاب است. همچنین غالب دوره نهایی اکادمی خرد علم‌ها با موضوع خود ضرر سیگار و مشروبات اسپرتی به ارگانیسم انسان میباشد. باعث افتخار ماست که شکرانه جان در آزمون علم فروغ معرفت اشتراک نموده دستاوردهای زیاد آورده است. همچنین در آزمون اکادمی خرد علم ها که در دور نهایی آزمون اشتراک کرده عضو وابسته گردیده است و شکرانه در المپیادهای فنی از دور شهری، ولایتی و جمهوری اشتراک نموده صاحب دیپلم های درجه عالی گردیده است. من طول 3 سال اینجانیم با یاری راهبری علمیان بگمت و خدیجه ما با این موضوع کار کردیم و نتیجه این همه تلاش ما برای گرفتن عنوان عضو وابسته در دور نهایی آزمون گردید. به دختران توصیه می‌دهم که برای صاحب معلومات گشتنشان تلاش ورزند و والدین بگذار در این جاده آنها را دستگیری نمایند. موضوع کاری علمی شما ضرر سیگار و مشروبات اسپرتی است. برای چی همین موضوع رو انتخاب کردید؟ شاید یگان نفر مرا ببخشید البته از محیط اطرافیان شما از همین شاید سیگار کشی وابسته؟ چرا به همین موضوع رو به همین موضوع نگران روی آوردن من همین بود که مشکلات اساسی جامعه امروزه این جوانان و نورسان روی آوردنشان به مشروبات اسپرتی یا که کشیدن سیگار می باشد. این موضوع عین حال در دایره در شهری ما، در جمهوری ما، نه تنها در جمهوری تاجیکستان بلکه در تمام دنیا این یعنی یکی از مسائل های نگرانی کننده به حساب می رود و من می خواهم که در آینده طبیب شده همین بیماری را اگر همین دارویی که نتواند همین جوان را از همین عادتش دور کند همین دارو نباشد هم ولی با یک خصلت یعنی که ترتیب دادن رژه روزی کاری با همین ها اقلا از 10 نفر جوان 1 نفر جوان را از این راهی بد دور کردن این برای من یک موفقیت کلان می باشد. همین نقطه نظر شما رو همچون یک نفر خوب جوان دختره که اینقدر با استعداد فهمیدنی هستم که به فکر شخصی شما کدام وقت دختران به مقصد پیش گرفته خود نائل می شوند از نگاه شما؟ از نگاه مثلا در مثال خودتان گفتنتان ممکن
то он даме ки мо талош наварзем ба як касби худ дил наварзем ё ки пешравӣ накунем ё ки ҳаракат накунем, ягон нафар ба ҳамин хоҳиши худ, орзуи худ расида наметавонад. яъне пеш аз ҳама барои худтарбиякунӣ аст кӯшиш кунем. Шукрона аз дигар ҳамсолонаш пеш аз ҳама бо чӣ фарқ мекунад? барои ман ҳамчун омӯзгор он вақт ман талаботи худро қонеъ карда аз касби худам ифтихор мекунам ки агар шогирди ман муваффақ бошад ва ман дар ҳақиқат аз Шукрона мефахрам, зеро ин яке аз шогирди беҳтарини ман аст, шогирди беҳтарини муассисаи мо аст ва албатта бо заҳмат, кӯшиш ва ҳаракатҳояш Шукрона муваффақ шуд. На ин ки дар озмуни академияи хурдии илмҳо ки дар ҳақиқат мавзӯе ки Шукрона якҷоя бо ман интихоб кард, чун гуфт мавзӯи мубрами рӯз аст ки ҷавонони мо, наврасони мо бисёртар ба ҳамин сигор рӯ мебиёранд, ба нос рӯ мебиёранд, ба машруботи спиртӣ ҳам ҳатто майл кардан. Дар ҳақиқат ин нигаронкунанда аст ва он вазифагузориҳое ки ман мекардам, хислати Шукрона ба ман писанд меояд ки Шукрона чӣ коре ки мефармояд дидадаро аст, дарҳол ҳаминро иҷро мекунад, масъулиятшинос аст ва аз дигар ҳамсолонаш бо ҳамин хислаташ фарқ мекунад. бале, ва дар ҳақиқат ҳам муваффақ ҳам шуд, мана узви ҳақиқӣ шуд дар даври ҷумҳуриявӣ ва боз як чизи дигар ба наздикӣ шуд ки Шукрона дар олимпиадаи мактаббачагон аз фанни биология иштирок намуда мана дар даври вилоятӣ сазовори ҷои сеюм шуд ва ман умед бар он мебандам ки Шукрона дар даври ҷумҳуриявӣ низ муваффақ хоҳад шуд. албатта саломат бошед, ташаккур ва хуб марҳамат. навори навбатии барнома пешкашатон мегардад, ҳамроҳ тамошо мекунем. сабаби асосӣ ба илм роҳ задани ман ин якумаш дар донишгоҳ фаъолият кардани ман буд ки бевосита ҳамин чизро талаб мекунад ва шавқу рағбати ман ба пеш бурдани корҳои илми таҳқиқотӣ маро водор сохт ки ман бо кори илми таҳқиқотӣ дар самти иқтисодиёт машғул шуда бошам. аз соли 2015 инҷониб ман дар донишгоҳи давлати ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон ҳам таҳсил мекунам ва ҳам фаъолияти меҳнатӣ бурда истодам. соли 2021 бо тавсияи роҳбарии илмиям доктори илмҳои иқтисодӣ профессор Ризозода Тӯра Раббим мавзӯи рақамикунонии иқтисодиёти минтақа дар рушди низоми инноватсионии вилояти Суғдро интихоб кардем ва тӯли 4 сол аз соли 2021 то соли 2025 кори илми таҳқиқотӣ ҳамроҳ бурдем. бевосита мас афзалиятнок будани мавзӯи интихоб кардани мо, муҳим будани он ва саривақтию актуалӣ будани он моро водор сохт ки ҳаминро интихоб кардем ва мо асосан такя мекардем ба консепсияи иқтисодиёти рақамии Тоҷикистон, ба барномаҳои миёнамиллати рушди иқтисоди иҷтимоӣ ва бевосита ба талаботу ба баланд бардоштани маърифатнокии рақамии аҳолӣ такя намуда мо мавзӯи худро ба итмом расонем. таҳқиқоти худро мо аз соли 2021 30 декабри соли 2021 мавзӯи илми умумиро тасдиқ кардем ва хушбахтона бо фармоиши комиссияи олии аттестатсионӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 декабри соли 2025 тасдиқи дараҷаи илмии мо тасдиқи худро ёфтааст. дар тӯли 4 сол бешубҳа мушкилотҳо ҳам буданд. аз сабаби оне ки ман модари 2 фарзанд ҳастам, ҳам нигоҳубини фарзанд ва ҳам пешбурдани фаъолияти меҳнатӣ, фаъолияти илми таҳқиқотӣ бевосита мушкилотҳо, пурпечутобҳои худро доштанд ва ба ҳамаи он нигоҳ накарда агар шавқу рағбат хоҳиш бошад ҳамааш мешудааст ва ба мақсади гузоштаи мо расидем. боз бахши шуморо бурдам, боз як чизро илова кардани ҳастам ки дар роҳи илм маро сараввал падару модарам, шавҳарам, роҳбари илмиам ва ҳамзамон муаллими азиз Самадова маро бениҳоят дастгирӣ карданд, дар роҳи илм дасти маро рост намуданд. ман хотиррасон мекунам ки сарпарасти барномаи имрӯзаи мо бонки Эсхата аст ва барои пеш рафтани бонувон инҷо аз оғози барнома ҳам ишора рафта истодааст ки пеш аз ҳама дастгирии молиявӣ ҳам хеле муҳим аст. акнун ба фикри шумо дастрасӣ ба захираҳо, яъне барои зан масалан барои он ки бо бонк ҳамкорӣ кунад, барои пешрафти фаъолияташ муфид аст? аз он сабаб ки шумо устоди донишгоҳ ҳастед ва кори бонкиро хуб медонед, ба онҳо чӣ тавсия додани ҳастед? ташаккур.
خیلی که در نوار قید کردیم موضوع تحقیقاتی ما بخشیده شده است به رقمی کنانی اقتصادیات منطقه و یکی از عنصرهای رقمی کنانی اقتصادیات منطقه این پیش بردن آنلاین بانکینگ می باشد. در ما امروز دیده ایستادیم که قریب که 90% آن طلبات و آن احتیاجاتی که انسانیت دارد طریق تلفن های موبیل آن را قانع کرده می تواند و البته بانک اسخط چون در آغاز نیست قید کردید که سرپرستی برنامه مذکور می باشد یک محصولات دارد که آن را با نام امکان پیشکش کرده است و چون در این برنامه اساساً اختراعکاران هنرمندان هستند برای آنها یک محصولات امکان پیشکش کرده است که برای دستگیری کردن فعالیت صاحبکاری هم در سمت هنرمندی هم در سمت اختراعکاری محصولات خود را در طول 5 سال با مبلغ تا 500,000 سامانی با فایز پسترین پیشکش کرده ایستاده است و البته دستگیری مالیوی بلند برداشتن معرفتناکی اهالی هم جوانان و هم قشر جوانی جامعه در تحقیقات ما نیز این قید کرده شده است و با درست برای ماندن استفاده تکنولوژی های معاصر تلفن های موبیلی البته هم مقصد خود را ما نائل کرده می توانیم و هم فعالیت هر روزی خود را آسان کرده می توانیم. باشد تشکر و از نقشه های من بعده خود می گفتید بسیار خوب می شد. الحال که من در رخصتی نگاهبین فرزند قرار دارم و من بعد با جریان به وای رسیدن فرزندان فعالیت علمی خود را ادامه دادنی هستم در دانشگاه. خوب توجه کنید با اکران باز یک نوار هست که همراه آن را تماشا میکنید سپس بعد می‌نمایم. بایمت و محوش هستم، خواننده صنف نهم گیمنازیای رقمی یک شهر گلستان. غالب دور نهایی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است. از روی نمینه خواندن و از برنمودن آثار ادیبان کلاسیک و فارسی تاجیک، همچنین غالب سکرته دور نهایی المپیاد فنی خوانندگان از فن زبان و ادبیات روس و زبان دولتی، همچنین گیرنده استیپندی پرزیدنتی، گیرنده استیپندی رئیس شهر در شهر گلستان و همچنین غالب دور نهایی آزمون اکادمی خرد علم ها از بخش تیپ می باشم. علاوه بر این از سال 2018 و مکتب صنعت رای آورده طول 7 سال است که در این مؤسسه تحصیل میکنم. تحصیل من در صنف اسکریپکا بوده. در جاده تحصیل خود در بسیاری آزمون ها فعالانه اشتراک نمودم. در یکی از آزمون های اشتراک نموده من تاجیکستان وطن عزیزی من می باشد. طول 2 سال است که در این آزمون اشتراک می‌ورزم. برای اشتراک در این آزمون برای من رهبرم سعید و ایرین وسیلیونا در این جاده خیلی هم دستگیری میکنند. خب محوش ذوق شما با همین اسکریپکا نوازی از کی بیدار شد یا کسی شما رو تکان داد؟ برای چی اسکریپکا؟ از خودی سن 7 سالگی محبتی زیادی به موسیقی داشتم و مادرم مرا روی به مکتب صنعت آورانیدند و من در همین جا مادرم از من پرسان شده گفتند که با کدام اسباب موسیقی تو بیشتر شوق داری و در همین جا من در جواب گفتم که میخواهم اسباب موسیقی اسکریپکا را بیاموزم و در همین جاده موفق کردم. این برای شما شغل است یا اینکه آینده به کسب شما تبدیل یافتنش ممکن؟ این برای من یک شغل است. وقتای خالگی خود را من در همین مکتب میگذرانم. بغیر از این بسیارتر شوق و رغبت نسبت به ادبیات، نسبت به فنهای طبیعی دارم و در المپیادها اشتراک می‌ورزم. در غالب دور نهایی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است میباشم و در پیش نقشه دارم که در آزمون جمهوریوی شاهنامه خوانی اشتراک نموده در این آزمون نیز دست بالا کردم. این نواختن اسکریپکا برای من شغل است، برای اینکه در آینده میخواهم که به دانشگاه طبی به نام ابوعلی ابن سینا داخل گردیدم تحصیل خود را در همین دانشگاه دوام داده باشم. دکتر اسکریپکا نواز. سلامت باشید. تشکر و نوار نوبتی را تماشا میکنیم.
من سیدلی نسیبه همچون سرمحاسبی شعبه مسیح دولتی مددگار مدافع وزارت مدافع جنوب سوستان در ناحیه درشیز فعالیت میکنم. از سال 2008 همچون سرمحاسب فعالیت نموده ایستاده باشم هم باز در حواس رانندگی به من بیشتر شد. حالا در مسیح ما سالهای پیش شماری دختران کم باشند هم از سالهای پیشتر امسالها زیادتر شده ایستاده‌اند. حالا در هر گروه ما نه کمتر از 15-20 نفر دختر و زنان تحصیل کرده ایستاده‌اند. در مدت 45 روزی تحصیل آنها همه نازکی‌های رانندگی را با هوس می‌آموزند. البته که رانندگی را من یعنی زن راننده می‌آموزم، شوهر آنها ضد نیستند که زن‌های دیگه ما راننده شوند. معلم نصیبه بهترین معلم هستم. کدام روزی که من نگویم ورژینی و قطعی میبرویم. فقط درباره پرایویل ها گام میزنم. زدنی هم یاد دادم. مثلا همه جاهایی که ما استگاه هست است همه جاهای نشان دادم. معلم خطاگی ها ما میگفتن در خدا با شکر من با واسطه خطاگی ها ما با چنین ماشین صاحب شدیم و هزارها رحمت میگیم برای معلم. زنها از دیهه‌های دوردست ناحیه نیز می‌آیند که راننده شوند، حجت می‌سپارند و می‌آموزند. تا همین وقت زیاده از 250 نفر زنها کورس رانندگی را آموخته و این خوشبختی است که زنهای ما رانندگی را آموخته ایستاده‌اند. در ناحیه دیوشتیش یکی از زنان نامداری ناحیه هستید شما، درست است؟ اینقدر زنها به شما مراجعت کرده ایستادن. شاید 10-15 سال قبل اگر به شما میگفتم که مثلا یگانه خودتان زنی نامداری ده هستید، شاید ها میگفتید زن راننده. امروز علاقه صفی آنها زیاد شده ایستاده است. از شما پرسیدنی هستم که همین تعمیر ماشین رو هم خودتان اجرا میکنید؟ از عهدهش میبرید؟ از عهده تعمیر ماشین نقلیات؟ پورنه. چرا از خود کردنی هستید؟ البته. در از خود کنی همین تکنیک یعنی نقلیات سبکرو کی شما رو راهبردی کرد؟ با خود شما که آموزوند خب اداره کردنی واسه نقلیات رو؟ بود پدرم راننده بودن. با پدرم به هر جا می رفتیم که میگفتن که این روشنیک فرور یا مثلا مفتزیر کن که از مخلک یا رول خب خیلی بود. از بچگی بود کم کم. به شما موفقیت میخواهیم و سلامت باشید. تشکر. توجه کنید با نوار نوبتی. من حامدова امینه خان 4 مارس سال 2005 در شهر اسفره در عائله کارگر به دنیا آمدم. سال 2012 به مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 68 به صنف 1 رفتم. سال 2023 آن را با بهای اعلی ختم نمودم. از خردی آرزوی آموزگار شدن را داشتم. حالا در راه عملی نمودن آرزوی خود قرار دارم. پس از ختم مکتب میانه و مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان حجت‌هایم را سپاریدم. خوشبختانه به ویلیلی دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان در شهر اسفره به اختصاص متماتیک فیزیکا راه یافتم. عین حال در کورس 3 اختصاصی مذکور تحصیل نموده ایستادم. حامدова امینه در روند تحصیل خود را همچون دانشجوی فعال نشان داده. در آزمون‌های علم فروغ معرفت، فروغ صبحی دانایی کتاب است. تاجیکستان وطن عزیز من بارها جایهای افتخاری و جایهای نمایان را سزاوار شده. از طرف رئیس ولایت، از طرف رئیس شهر اسفره و از طرف وزیر معارف جمهوری تاجیکستان با افتخارنامه سزاوار گشته است. حامدова امینه از نگاه من چنین شاگرد می باشد که نوابسته از عائله‌دار بودن و فرزند خردسال داشتن در آزمون‌ها با فرزندش اشتراک می‌کند و افتخار دانشگاه شده می‌تواند. با باوری می‌توان گفت که حامدова امینه در آینده همچون متخصص سابق است
و شخصیت موفق در جامعه سهم ارزنده خود را می‌گذارد. به دختران و به زنها و دخترانی که نو عائله برپا کردند توصیه می‌دهند که خود را محدود نسازند بلکه پیشرفت نمایند. آنها در زمان تحصیل می‌نمایند که استقلال هست. آنها می‌توانند فعالیت خود را ثمرناک پیش برند و دانش‌های خود را مکمل گردانند. خب آمینه خان مرحمت، برای رسیدن به موفقیت مثلا برای شما که اینقدر جوان هستید، یک عروسک جوان، مادر جوان هستید، همزمان دانشجو هستید، که بیشتر کمک میکند شما رو دستگیری میکند؟ دستگیری اطرافیان در مورد اول می ایستد، زیرا محض در عائله پدر و مادر، عائله، شوهر و خوشدامانم مرا دستگیری می نمودند. محض دستگیری آنها بود که من به این زینهار آمده رسیدم. اما وقتی شد که به بحران گرفتار شدم، خواستم از همه اطرافیان دور باشم، لیکن چشم آنها را گشودم و فکر کردم من نباید عقب نشینی کنم، من باید پیشرفت نمایم، زیرا ما مادریم. وقتی که ما مادران جامعه سالم را برپا نکنند، این وظیفه ما است. آن را کی میکند؟ زندگی به پستی بلندی نمی شود و هر یک پستی برای ما درس است و هر یک خطاگی برای ما، برای اصلاح آن برای ما روز به روز عبرت و درس می باشد. تشکر، سلامت باشید. در حقیقت امروز آن زنهای اینجا حضور دارند که قهرمانند. آفرین به معلمه، آفرین. در حقیقت یک کسی یافته یک تا همین برنامه و آورده تیار کردن چقدر مشکلی ها دارد. من از چنین شخصانی که مثل معلمه برای معرفی کردن همین زنهایی که دستاوردهای بسیار دارند، کم دستاوردشون، لیکن وای دستاورد است برای وای و اون رو یافته توانستن، این هم یک هنر است. در همین جا بسیار درباره اکادمی خردی علم ها گفته شد. در حقیقت اکادمی خردی علم ها یک برای دانشجویان، خوانندگان تکان است. برنامه های ما دیدگی ها، پدر و مادر ها، همه ما باید کوشش کنیم که فرزندانمان رو به کارهای بیهوده نه. اینقدر تلفنم اگر درست استفاده برده تواند، تلفن هم چیزی نغز است. با کارهای بیهوده نه. انا همین محفل ها، مرکز های تحصیلات علاوگی، محفل های مکتب ها و جلب کرده برای پیشرفت، برای بازیافت، برای من این فرزانه بر این دخترکا که یک چیز فرهناز چیزی اختراع کردند که خیلی که الهام جان گفتن همش از وای وابسته. مبلغ من حاضر اکنون وای دوتا سیتا سازم گد وای قسمای احتیاطی را از کجا گیرد، کدام مبلغ یاور و بانکی از خط مراجعت کنم. خلاصه خرسند هستیم که در ما چنین زنها هستند، راهبرا، دیرکتوری شمس بر این زنها، و بسیار خرسند هستم که همین خیل زنهای ما پیشرفته هستند، جستجو دارند، گفتگو دارند. الهی همشان رو به مراد و مقصدشان رسد. یک تا چیز به ما حیران که سرود میخواند، رسم میکشد، من دختر میشوم میگه. در حقیقت اونی که یک یگید به 40 هنر کم بود، امروز ما زنها 41-50 هنر میکنیم، مردها حرکت کنید. باشد، تشکر، سلامت باشید. استاد مرحمت. واقعا امروز یک برای ما یک چیزی بسیار مهم آشکار گشت که زنهای ما، دخترهای ما بسیار هنرمند هستند و لایق هستند به همه گونه تحسین و آفرین ها. مهم از همه من به پدر و مادران، خصوصا به پدران که در عائله های تاجیکی سخن اساسی دارند مراجعت کرده، گفتنی هستم که اگر فرزندان شما، دختران شما چنین هنرمند باشند، هنر آنها رو نپوشید و آنها امکانیت دهید که آنها رشد کنند، انکشاف یابند و سهم خود را در جامعه مثلا یابند و از همه مهم جای خود را در جامعه یابند. خب استادان عزیز مرحمت. چیز هست، یک مسئله هست، خب پیوست دادن همین علم و استحصالات.
خب من گمان میکنم که فرهناز هم اختراعاتش یکان کارخانه مثلا هست در ولایت سوخت هست که مثلا از پلاستماس چیز میبرانند، خب بازیچه ها میبرانند. شاید با ما همکاری کرده، شاید همون تمویی خودش مثلا فرهناز یک دو اختراعکار این امکانیت هست، میفکرم هست. دیگر همین گونه اختراعات همون وقت زیاد میشود که همین استحصالات خرد. وقتی که مثلا صاحب کار یا که یک کارخانه از اختراعات میخرد، شاید پگاه میخرد یک نفری دیگر چیز پیش میبرد. در چین همین خیلی تا اختراعات نکند و دیپلم نمیدهند، یعنی همین خیلی چیزا هست و در برابر همون در استحصالات جاری میشود که علاقه در تاجیکستان فرصتی همین هم فرا رسیده است. خب در دانشگاه ها میبینیم که علاقه پارک های تکنولوژی سازمان داده شده است. پارک تکنولوژی عظیمترین هم در تاجیکستان بنیاد میشود، یعنی نقشه ها هست. و من همین از همین روزا صحبت همین خیلی به خود خلاصه برداشتم که یعنی اعتماد پیدا کردم که در بین بانوان ما عقل ها و مغز های پیش برنده هستند. از این خیلی خرسندم. سلامت باشید. تشکر. اسلام جان، من همین چهره ها رو همین از سال 2012 شناخته آمدم. واقعا همین بلند برداشتن مقام زن در جامعه این بسیار کارها رو تا امروز انجام دادم. من 4 نکته رو میخواستم اینجا گویم. پیش از همه در موردی گوییم حقوق، دانشجوی حقوقی، شناختی حقوق، این بسیار شرط مهم که چون اونجایی که حقوق رعایت می شود اونجا احترام است دیگر و اینها نمونه برای دیگران. اون چیزی که معلم همی جان رو تایید کردن همراه شاگردان که مثلا تا اندازه میدانم برای چی من اینه در یک قسم برنامه گفتم که آسان نه. من هم این چیز باور کنید حتی حالتایی بود که شوهرش نزد زنش آمده شده است، زن هم چیز سوال میده که من باید گوش کنم. این خیلی حالتها بود که مثلا با باوری مصاحب در آمدن و پیوندی برای آرام کردن و فهمانیدن همین گونه است متاسفانه. اما در همین جریان ها ما باید معیاری از همه اساسی ترین که من برای شاگردان برای ژورنالیستان این بعد میگم معیار ضرر نرسان، پرینسیپ نینوریدی. گاه مثلا ما یک موادی رو مانیم بسیار کاری خوب است از روی قاعده های ژورنالیستی. هیچگاه ما مواد ما باید با مصاحب ما گوییم محاکمه نکنیم و باید رود به افیدیو مثلا چاپ شود، اما به خاطر اون که وای ضرر نبیند، به خاطر اینکه اویل وای پایدار باشد، به خاطر اون که واقعا نیت شما به گفتهتون که شما گفتید که نیت من خیر است، واقعا اونها باید ثابت شود شما راضی بودید برای این کار. و گذشته از این همین در شبکه‌های اجتماعی من خواهش میکنم این روز همه ما در شبکه‌های اجتماعی اکانت داریم، در تیک تاک، در فیسبوک، گاهی یک موادهای سبک تماشا کرده که این ورق گردوندن میگیریم. این گونه موادها باید تقسیم شود، پدیلیست شود. چقدر اگر ما اینو تقسیم کنیم همین گونه این چهره ها معرفی میشد. همین گونه مثلا یک نفر میشیند، گاهی یک نفر میتواند اندیشه یک نفر تغییر دهد. همین محوش آینده طبیعی میشود. اما گوییم او اسکریپت که نمازه تو رسم این میدونید آینده نسلی گوییم این جامعه چه خیلی میشود. بابا جان غفور مادرشون راضی آزاد بودن، پدرشون دهقان بودن. مادر رولش خیلی بسیار، نقش مادر خیلی بزرگ است. 80% فرزند از مادر میگیرد. بنابراین مادر باید بسواد باشد، مادر باید هنرمند باشد، مادر باید احترام شود. متاسفانه تا 25 سال مشکلی میکشد. وقتی 25 سال در اویل زندگی میکند پس در اون حالت وای بهونه میشد. برای چی؟ چون فرزنداش کلام میشد و حمایتگر میشد برای مادرش. و من فکر میکنم از امروز این چهره ها رو شناختن و معرفی کردن و حتی همین تهیه این برنامه هم همین کوشش های تشکیلات شمس هم واقعا شایسته است. این قدم های اولین باید این چیز آینده در آینده استوارانمون من فکر میکنم بسیار کار خوب هم هست. اونها همشون در آینده میندار میشد از شما. سلامت باشید. تشکر. дуруст аст ки зан нигоҳдорандаи гармии хонадону рӯшноии он аст, аммо имкониятҳои ӯро дидану дастгирӣ кардани аъзоёни оила барои беҳбудии албатта ҳамон оила аст. истеъдодҳои гумшуда аз шинохта натавонистани онҳост. қиссаи пешрафти ҳамаи он бонувони ҷавони дар барномаи имрӯзаи мо муҳокимашуда аз муҳиту дастгирии албатта оила ибтидо гирифтааст. ҳамаи онҳо имрӯз бо самимияту сипосгузорӣ аз аъзоёни оилаашон албатта чӣ дар навор чӣ дар хубрафти барнома мегӯянд. агар чунин шароитро дар оила бунёд карда тавонистем, пас дар баланд бардоштани мақоми зан модар дар ҷомеа
خدمتگزار شدیم. باقی برای اشتراکتان در این برنامه سپاس. تا برنامه دیگر در امان خدا باشید.